سلام بینندگان عزیز، علی جان علیوف، آموزگار زبان انگلیسی از شرکت TM اینترنشنال می باشم. چگونه که ما با شما وعده کردیم، خب ما هم روزه درس‌های خود را طریق شبکه یوتیوب، درس‌های آنلاینی خود را پیشکش مخلصان خود می‌گردانیم. خب اگر شما ما را زینه به زینه پیگیری نموده ایستاده باشید، ما درس‌های پیشینه درباره فعل تو بی، جمله‌های پوزیتیو یعنی جمله‌های خبری به شما کمی معلومات دادیم و در آن درس وعده کرده بودیم که درس من بعد ما درباره فعل تو بی، جمله‌های نگاتیو انکاری می رود. خب ما مختصرا گپ درباره جمله‌های خبری و جمله‌های نگاتیو در زبان انگلیسی به شما معلومات می‌دهیم، چون که به همگان این ساده و فهمان نیست. خب جمله های خبری چگونه جمله ها می باشند؟ جمله های خبری در زبان تاجیکی جمله هایی هستند که شما نقل میکنید. مثلا من دانشجو هستم، من بیمار هستم، در خانه هستم، خب گرسنه هستم. خب فقط شما نقل میکنید. جمله های خبری باشد جمله های هستند که انکار میکنید. من دانشجو نیستم، من معلم نیستم، من در خانه نیستم. این گونه جمله ها در زبان انگلیسی نیز وجود دارد. اینک شروع میکنیم درس سوم خود را. درس سوم ما درباره خب فعل to be، فعل بودن، نگاتیو am not، is not، are not. اینها چی معنا دارند؟ am not نیستم، is not نیست، are not چهار معنا دارد: نیستی، نیستم، نیستید، نیستند. یعنی am not I من می شود. خب چگونه که ما درس پیشینه گفته بودیم، جانشینی I همه وقت فعل to be am رو میگیرد. I من am هستم. خب وقتی که شما جمله های پوزیتیو میسازید، جمله های خبری، حیثچه نات به شما لازم نمی شود، چون که حیثچه نات این شکلی انکاری میفهماند. مثلا من دانشجو هستم، I am a student. من معلم هستم، I am a teacher. من خب گرسنه هستم، I am hungry. من در خانه هستم، I am at home. خب اگر ما خواهیم این رو انکاری کنیم، با ما حتما حیثچه نوت لازم می شود. در جمله اگر ما حیثچه نوت رو اضافه کردیم، آنگاه این جمله انکاری می شود، جمله نگاتیو. I am a student. من دانشجو هستم. خب ما این رو نیستم میکنیم. I am not a student. خب با هم می نویسیم I am a student. این می شود من دانشجو هستم. I am a student. خب اگر ما خواهیم این رو انکار کنیم، حتما حیثچه not بعد از جانشین می آید، بعد از فعل to be می آید. I am بعد از فعل to be ما حتما حیثچه not رو خوش میکنیم. I am not a student. I am not a student. من دانشجو نیستم. من دانشجو هستم. I am a student. من دانشجو نیستم. I am not a student. خب تو معلم هستی. You are a teacher. You are a teacher. تو معلم نیستی، چی لو میکنیم؟ You are حتما بعد از فعل to be حیثچه not رو. You are not a teacher. خب why گرسنه هست. He is hungry. Hungry اینجا نگاه میکنیم. خب hungry گرسنه. He is hungry. Why گرسنه هست. Why گرسنه نیست. He is not hungry. خب او در خانه است. She is at home.
خب یک بار دیگر رو یادداشت میکنیم. ما وقتی که خواهیم گپ درباره مرد رود هی را استفاده میبریم، گپ درباره زن رود شی را استفاده میبریم. She is at home. او در خانه هست، او در خانه نیست. She is not at home. خب این ماشین من است. It is my car. خب it is my car. این ماشین من است. این ماشین من نیست. It is not my car. خب ما دانشجو هستیم. We are students. ما دانشجو نیستیم. We are not students. خب شما خب برنامه ساز هستید. You are programmer. Programmers. خب شما برنامه ساز نیستید. You are not programmers. خب آنها گوییم دکتر هستند. They are doctor. They are doctors. آنها دکتر نیستند. They are not doctors. خب بار دیگر دقت میکنیم. جمله های پوزیتیو. I am a student. من دانشجو هستم. من دانشجو نیستم. حتما حسچه not. I am not a student. تو معلم هستی. You are a teacher. تو معلم نیستی. You are not a teacher. خب وای گرسنه است. He is hungry. وای گرسنه نیست. He is not hungry. خب او در خانه است. She is at home. او در خانه نیست. She is not at home. این ماشین من است. It is my car. این ماشین من نیست. It is not my car. خب اگر خواهید شما جمله های پوزیتیو رو در زبان انگلیسی نگاتیو کنید، راهی آسانش حتما بعد از فعل to be بعد از am is are خب شما حسچه not رو علاوه کنید، می شود جمله اینکاری. من علی هستم. I am علی. من علی نیستم. I am not علی. من در خانه هستم. I am at home. من در خانه نیستم. I am not at home. این بود درس امروزه ما درباره جمله های هم پوزیتیو، هم جمله های خبری و هم نگاتیو، هم جمله های نگاتیو. درس این بعده ما خب جمله ها درباره جمله های سوالی می رود. یعنی ما چگونه سوال دادن را در زبان انگلیسی با هم می آموزیم. مثلا می پرسیم که آیا تو دانشجو هستی؟ آیا شما در خانه هستید؟ شما معلم هستید؟ چگونه سوال دادن را در زبان انگلیسی با هم می آموزیم. با ما بودن را فراموش نکنید. ما را حتما پیگیری نمایید و پخش کردن زنگوله را فراموش نسازید.